وقتی یه قهوه طعم بری و توت داره، از کجا بدونیم که این طعم از ذات دون است یا نتیجه فراوریشه؟ بیا تا با هم بررسیش کنیم. همونجور که قبلا گفتم، طعم قهوه نتیجه چند تا عامله: ورایتی، تروار، فراوری، رست و دماوری. و الان صحبت از دونه و فراوریه. ژنتیک در مقابل تکنیک. رایحه‌های طبیعی مثل یاس، مرکبات و شکلات، طعم‌های شفاف مثل قهوه‌های شسته و واشت و ثبات طعم در رست‌های مختلف نشونه طعم‌های ژنتیکیه. و در مقابل طعم‌های تکنیکی، نوت‌های غافلگیر کننده مثل آلو و شراب، بادی سنگین و افتر تیست تخمیری، تغییر زیاد بین بچه‌ها و رست‌های مختلف داره. یک گیشای شسته از پاناما معمولاً رایحه‌های یاس و چای سفید داره، ولی همون گیشا اگه تخمیر انیروبیک داشته باشه ممکنه طعمی شبیه به تمر هندی یا توت فرنگی تخمیر شده بده. فرقش چیه؟ یکی از طبیعت میاد، یکی از تکنیک. و شناخت این دوتا یه مرحله است توی درک واقعی دنیای قهوه. دفعه بعدی که یه قهوه دمی خوب خوردی، به این فکر کن که این طعم از کجای مسیر اومده.